آریانا سعید در زندان امریکا، اما به چی دلیل؟ آریانا سعید چرا دیگر آهنگ نمیخواند و دلیل کارهای سیاسی آریانا سعید چی بوده است؟ آریانا توسط چی افراد حمایت می شود و ای در کدام کشور است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی، نثار هر یک از شما نازنینان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید، همانطوری که از نامش هویداست، یکی از هنرمندان بی‌بدیل و تاریخ‌ساز در هنر موسیقی افغانستان است که وی از طفولیت علاقه فراوانی به سرودن آهنگ داشت، ولی نظر به مشکلات خانوادگیش نتوانست به این آرزوش در جوانی برسد. آریانا در سال 2008 به کارهای هنریش به طور مسلکی آغاز کرد و توانست در مدت خیلی کوتاه در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت خوب کسب کند و کنسرت‌های در داخل و خارج از کشور برای دوستداران صدایش برگزار می‌کرد. آریانا سعید در بزرگترین برنامه‌های موسیقی در افغانستان اشتراک می‌کرد. آریانا عاشقانه می‌خواند و عاشقانه آهنگ‌هایش را مورد پسند مردم افغانستان و فارسی زبانان جهان قرار می‌گیرد. چند می‌شود آریانا سعید کاملا از راه هنر موسیقی بدور است. وی به کارهای سیاسی کوشش می‌کند همیشه دفاع از حقوق زنان کشورش کند. در امریکا نهاده برای دفاع از حقوق زنان ساخت و به همین دلیل آریانا سعید کاملا از هنر موسیقیش بدور است. چند می شود تصاویر آریانا سعید در صفحات مجازی نشر می شود که وی به دلیل نامعلوم در امریکا زندانی است، ولی تا کنون آریانا و حسیب درباره جزئیات این ماجرا ابراز نظر نکردند. ولی من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای این هنرمند از بارگاه عزت لایزال استدعا دارم و در انتظار نشر تازه ترین برنامه‌های هنری آریانا سعید خواهم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر، تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.